به این منظره با دقت نگاه کن. تمام جزئیات رو به خاطر بسپار. این رودخونه، این خونه ها، یادت باشه همین خونه دومی مال توه. تو توش زندگی میکنی. پنجره هاشو ببین. اون ایوون قشنگی که داره. 6 تا پله میخوره تا برسه به در. اون دورترم چند تا خونه هست. با دقت نگاه کن. این پروانه ها رو ببین چقدر خوش رنگن. توی دریاچه جلوی خونه تو 2 تا قو هست. پشت خونت یه جنگل خیلی بزرگه. همه یه تصویر رو دیدی؟ حالا چشماتو ببند. 10 تا نفس عمیق میکشیم با هم. از 10 به 1. یک. حالا تجسم کن. یه لباس راحت و نرم و خوش رنگ پوشیدی. پوستت و موهات از زیبایی برق میزنه. با بدنت راحتی. لبخند میزنی. اون جلوی در خونت کنار دریاچه نشستی. پاهاتو به آب زدی. پروانه ها رو نگاه میکنی. همه چی مرتبه. خونه تمیزه. به گلدون آب دادی. سبزی‌های تازه رو چیدی. حالا میخوای یه ماهی بگیری که واسه شب کبابش کنی. اون همسایه اون طرف رودخونه رو میبینی؟ یه پسر خوشتیپ یا یه دختر خیلی ظریف و دوست داشتنی. اون برات ماهی گرفته. داره میاد. تو از عشقش مطمئنی. نه استرس داری، نه ترس داری. به قلبت نگاه کن. چقدر آروم و مطمئنه. با آرامش بهش لبخند میزنی. یه ماهی برات آورده. ببینش. ماهی رو ازش بگیر. هوا دیگه داره تاریک میشه. ازت خداحافظی میکنه و با آرامش میره. حالا پله های خونت رو یکی یکی بیا بالا. در خونه رو باز کن. پشت سرت در رو قفل کن. حصار داخلیشو بکش. شبا گرگا میان دور و بر خونه. باید حواست باشه که همه پنجره ها رو محکم ببندی. برو تو آشپزخونه. ماهی رو تمیز کن.
به چند تیکه تقسیمش کن. یه سینی بردار. ادویه ها ماهی تیکه شده و شسته شده، بشقابا، قاشق چنگالا بذار توی سینی. چراغا رو خاموش کن. برو طبقه بالا. آروم آروم راه برو. یه لبخند آرومم روی لبته. روز خیلی خوبی رو پشت سر گذاشتی و شب خیلی آرومی رو در پیش داری. برو توی بالکن. چراغ رو روشن کن. وسایل بذار روی میز توی بالکن. ساختمون اونور دریاچه رو نگاه کن. اونم چراغ تراسش روشن شد، نه؟ میدونی کیه؟ آره میدونی. هوا تاریکه. شب پره‌ها نور میندازن رو دریاچه. کباب پز رو روشن کن. روی ماهی ها نمک و ادویه بپاش. آمادهشون کن. بذار روی کباب پز. از این لیوان پایه دارا هست. یه دونه از این لیوان پایه دارا بذار روی میز. یه نوشیدنی خوش رنگ بریز داخلش. تا غذات آماده شه یکم ازش بنوش. حالا بشین با آرامش غذاتو بخور. چه طعم خوبی داره این ماهی که درست کردی. نوشیدنی هم خیلی لذت بخشه. از غذات لذت ببر. اون ساختمونو ببین. اونم داره ماهی میخوره همزمان با تو. حالا که غذات تموم شد جمع و جور کن. وسایل بذار تو آشپزخونه. همه چی رو تمیز کن. برگرد تو بالکن. چراغ بالکن خاموش کن. از پشت پنجره ساختمون روبرویی رو نگاه کن. اونم چراغ بالکنش خاموش شد. چراغ اتاق خاموش کن و برو توی تخت. یه تخت گرم و نرم. همون چیزی که همیشه آرزوشو داشتی. سرتو بذار روی بالش. روی سرت تمرکز کن. تمام نگرانی هایی که توی سرت هست و مثل یه دود سیاه از سرت خارج کن. هیچ مشکلی نداری. هیچ دغدغه‌ای نداری. هیچ ناراحتی نداری. روی بدنت تمرکز کن. تمام استرس و تنشی که توی تنته با یه بازدم بده بیرون. چقدر آروم و راحتی با بدنت و تختت و لباسات احساس راحتی میکنی. ذهنت آرومه. امشب هیچ مشکلی نداری. شب بخیر.